با عرض سلام و ادب به محضر همه خانم‌ها و آقایان، در 20 دقیقه‌ای که من مزاحم وقت سروران و اساتید بزرگوارم درباره تأثیر رواقیگری و مکتب رواقیان در حافظ اشاراتی خواهم داشت. مکتب رواقیان که روزگاری مخصوصاً در قرن دوم و سوم قبل از میلاد مسیح بزرگترین مکتب فلسفی و اخلاقی آن روزگار به حساب می آمد، از پایان قرن سوم به بعد آهسته آهسته لااقل به نام در تاریخ فرهنگ بشری و به خصوص در تاریخ فلسفه کمابیش گم شد. این گم شدن به علت کمتر شدن نفوذ اندیشه رواقی در متفکران، فرزانگان، فیلسوفان، عارفان و الهیدانان روزگاران بعد نیست، بلکه اتفاقاً گمنام شدن رواقیگری بیشتر معلول نفوذ این آموزه های رواقی در اذهان نفوس همه متفکران بعدی است. به تعبیری که اشتفان کورنر در جایی به کار برده است، اگر بخواهیم بفهمیم که یک آموزه، یک اندیشه چقدر در بشریت نفوذ کرده است، از اینجا باید فهمیم که تا وقتی میدانیم که نام آورنده این آموزه چه بوده، هنوز آموزه همه بشر نشده. اگر روز اون آموزه دیگه نام آورندش دانسته نبود، معلوم میشه که این آموزه رسوخش به حد اکثر و حتی به حد کمال رسیده. ما بسیاری از حقایقی که امروزه جزو حقایق کاملا محرز عالم طبیعت یا عالم مناسبات و زندگی انسانی میدونیم، نام آورندگان این آموزه ها رو نمیدونیم. نه به دلیل اینکه این آموزه ها متروک شدن، منسوخ شدن، بلکه به دلیل اینکه چنان در ذهن و ضمیر ما نفوذ کردن که ما باور نمی کنیم انسانی به این آموزه عقیده نداشته باشه، و چون باور نمی کنیم که کسی به این آموزه عقیده نداشته باشه، نمیپرسیم که این عقیده رو کی گفته است. ما معمولاً وقتی نام آورنده یک آموزه رو میپرسیم که بدانیم بخشی از انسان‌ها با این آموزه مخالفند. وقتی آموزه این مورد قبول و پذیرش همه انسان‌ها کمابیش قرار گرفت، تقریباً سبب می‌شود همین پذیرش همگانی که نام آورنده آموزه فراموش بشه. به نظر من چیزی که اشتفان کورنر در باب تاریخ فلسفه گفته درباره رواقیون به تمام معنا مصداق پیدا می‌کنه. نام رواقیون نام کسانی مثل سنکا، سیسرون، مارکوس اورلیوس، اپیکتتوس، زنو و امثال این متفکران رواقی امروزه کمتر شنیده میشه، برای اینکه خودشون واقعا رسوخ کردن در اذهان نفوس ما. علل خصوص رواقیون پس از ظهور مسیحیت بخش عظیمی از آموزه های مسیحی رو در زیر تأثیر خودشون گرفتن و وارد جهان مسیحیت شدن و از جهان مسیحیت هم بعداً وارد جهان اسلام شدن. از این لحاظ وقتی که امروزه آموزه‌ای رو میگم این آموزه رواقیونه، شما چه بسا تعجب کنید که این اختصاصی به رواقیون نباید داشته باشه. همه ما به این آموزه قائلیم. من امروز میخوام تأثیراتی رو که حافظ از رواقیون پذیرفته است در همین چند دقیقه فقط بهش اشاره کنم. قبل از اینکه این آموزه ها رو عرض بکنم، دو تا نکته حتما باید بهش تذکر داده بشه. یکی این که حافظ به گمان من از متفکرانی نیست در تاریخ فرهنگ ما که یک جهان نگری کانسیستنت و سازگار داشته باشه.
یعنی همه اجزای جهان‌نگریش با هم سازگار باشن. التقاطی از بسیاری از آموزه ها از مکتب های مختلف، سنت های مختلف، گرایش های مختلف، جنبش های مختلف فکری در جهان رو گردآوری کرده، اما این حاصل این گردآورده همه اجزاش با هم متلائم و سازگار نیستند. مثلا قیاس کنید حافظ رو و جهان‌نگری حافظ رو با جهان‌نگری خیام که یکی از سازگارترین جهان‌نگری هایی است که ما در میان متفکران جهان اسلام می‌بینیم. بنابراین وقتی که عرض میکنم که حافظ تحت تأثیر رواقیونه، معناش این نیست که سرتاسر آثار حافظ، یعنی سرتاسر غزلیات حافظ همه فقط و فقط زیر تأثیر اندیشه های رواقی است. نکته دوم هم این که حافظ معلوم نیست که کاملا آگاهانه با خبر بوده است از مکتب رواقی، چه بسا آنچه که او رو مجذوب کرده نه تحت نام رواقیان بلکه از راه‌های دیگری به او رسیده باشه، ولی به هر حال مورد پسند او واقع شده و بر اساس اون مشی کرده. من مواردی از مشابهت شدید آنچه را که ما در غزلیات حافظ می‌بینیم با آموزه‌های اصلی رواقیون فقط در اینجا فهرست می‌کنم. حافظ 3 معادله اصلی مکتب رواقیان رو اصلاً بهش تصریح در جایی نکرده و نه فقط تصریح نکرده، بلکه وقتی مطالعه میکنیم غزلیات حافظ رو میبینیم گویا اصلا به این معادله ها قائل هم نبوده. رواقیان کل مکتبشون بر اساس 3 تا معادله استواره. یکی این که معرفت مساویست با فضیلت. به زبان ساده اگر واقعاً بدانی که کار درست کدام است حتما انجام میده و اگر واقعاً بدانی که کار نادرست کدام است حتما انجام نخواهی داد. نمی شود بین معرفت اخلاقی و فضیلت اخلاقی شکافی بیفته، برخلاف چیزی که افلاطون قائل بود و با صراحت خیلی بیشتر از افلاطون شاگرد افلاطون ارسطو قائل بود. این دو متفکر قائل بودند که در بسیاری از موارد ما معرفت اخلاقی داریم اما عمل ما متناسب با معرفت اخلاقیمون نیست. انگار شکافی وجود داره بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی متناسب با. اما رواقیون معتقد بودند چنین نیست. معرفت اخلاقی همان و فضیلت اخلاقی همان. اگر معرفت اخلاقی در جایی حاصل آمد حتما عمل اخلاقی به مقتضای اون معرفت اخلاقی پدید خواهد آمد. پس اگر من عمل اخلاقی انجام ندادم یا عمل اخلاقی رو ترک کردم، بدانید معرفت اخلاقی به اندازه کفاف و کفایت نداشتم. این معادله اول. معادله دوم این بود که بزرگترین فضیلت آدمی عقلانیته. هیچ فضیلتی در آدمی بزرگتر این نیست که انسان نظراً و عملاً عقلانی زندگی بکنه، هم در مقام اتخاذ نظر و هم در مقام در پیش گرفتن عمل مطابق با موازین عقلانی پیش بره. این هم معادله دوم. و معادله سومی هم که رواقیون قائل بودن این بود که زندگی آرمانی فقط مساوی است با زندگی با فضیلت. برای اینکه زندگی آرمانی و کمال مطلوب داشته باشیم نیاز به چیزی غیر از اخلاقی زیستن نداریم. هر که اخلاقی میزید به صرف همین که اخلاقی زندگی میکنه زندگی آرمانی داره. به تعبیر دیگری اخلاقی زیستن هم شرط لازم زندگی آرمانیه و هم شرط کافی زندگی آرمانیه. به چیز دیگری نیاز نداریم برای اینکه زندگی کمال مطلوب، آیدیال و آرمانی داشته باشیم. هر 3 این معادله ها در طول تاریخ فرهنگ بشری الی ماشاءالله مخالفان داشته.
ولی این سه آموزه هر سه آموزه سقراطه و از این نظر رواقیون معتقد بودن کل مکتب رواقی بست آموزه های سقراطه. این سه معادله رو حافظ در هیچ جا بهش قائل نشده. من در کل آثار حافظ به هیچ کدوم از این سه معادله برنخوردم، اما در عین حال از این سه معادله یک سلسله آثار و نتایجی رواقیون عقد می‌کردن که این آثار و نتایج رو من در غزلیات حافظ می‌بینم و اینها رو می‌خواستم به ترتیب خدمت دوستان عرض کنم. اما چون وقتم تنگه، با اینکه شواهد شعری برای هر کدام از این فقرات یادداشت کردم، اما چه بسا فرصت نکنم که این شواهد شعری رو بخونم. اول نکته‌ای که رواقیون قائل بودن این بود که هستی یا طبیعت یا خدا یا زئوس یا عقل یا نوس که همه اینها را اسم موجود واحدی می‌دونستند، هستی همه چیز را به بهترین صورت سامان داده است. حالا شما به تعبیر دینی ما بگید خدا، هستی، طبیعت، نوس، ناموس، عقل، به هر تعبیر دیگری جهان را به بهترین صورت شکل داده است. به بهتر از این صورت نمیشد جهان رو شکل داد. اما وقتی میگیم به بهترین صورت جهان رو شکل داده است، نه یعنی به خوشایندترین صورت برای من و تو، نه، یعنی بر اساس عدل. توجه میکنید؟ دور فلکی یک سره بر منهج عدل است. عدل کل جهان را متوازن میکنه. تعبیری که بعضی از قدمای ما گمان میکردن که حدیثی است و به پیامبر نسبت میدادن، در واقع نه حدیثه و نه از آن پیامبر به طریق اولا، بلکه سخنی است که رواقیون میگفتن بالعدل قامت السماوات و الارض. آسمان ها و زمین با ترازوی عدل استقرار و تمکن و تمکین پیدا کردن. بنابراین به بهترین صورت ممکن جهان آراسته شده، یعنی آرایه جهان به عادلانه ترین صورت ممکن است. این آموزه اول و این آموزه رو ما در واقع در حافظ می‌بینیم. از این آموزه به آموزه دومی می‌رسیدن و اون آموزه اینه که وقتی جهان یکسره بر منهج عدل است و جهان به بهترین صورت آرایش یافته است و آراسته شده است، بنابراین بهترین کاری که آدمی میتونه در این جهان انجام بده اینه که به داده ها رضا بدهد، رضا به قضا بده. رضا به قضا دادن و گره از جبین گشودن. چرا که اگر چیزی واقعا از سر عدل هست و بنابراین سر سوزنی به کسی در این نظام هستی ظلم نمی شود، بنابراین بهترین کار من این است که به این عدل رضا بدهم. اگرچه اقتضای این عدل گاهی این نیست که خوشایند من پیش بیاد، ولی چه باک هر چه پیش بیاد، چه خوشایند من و چه خوشایند من نباشه، من باید به داده ها رضا بدهم. رضا به قضا دادن و از جبین گره گشودن، این کار انسان با فضیلت، یعنی کار انسان عقلانی، یعنی کار انسانی است که دارای زندگی آرمانی است، با بیان آوردن اون سه تا معادله‌ای که در ابتدا میگفتم. عنایت بکنید. و این معناش اینه که وقتی امور بر وفق مراد شما نیست، مرادتون رو بر وفق امور کنید. اگر الف با ب با هم سازگاری ندارند، از دو راه میشه این سازگاری رو فراهم کرد. یکی الف رو چنان دگرگون کنیم که مثل ب بشه، یکی ب رو چنان دگرگون کنیم که مثل الف بشه. ما انسان‌های غیر رواقی وقتی امور عالم رو بر وفق مراد خودمون نمی‌بینیم، وقت سعی می‌کنیم جهان بیرون رو بر وفق اراده خودمون بکنیم، یعنی جهان بیرون رو موافق کنیم با جهان درون خودمون. درست چیزی که رواقیون خلافشون میگفتن وقتی امور، یعنی امور بیرونی بر وفق مراد تو نیست، مراد تو بر وفق امور بیرونی کن. یعنی اگر آنچه که هست چیزی نیست که تو میخواهی،
حالا بیا آنچه را بخواه که هست. اینا کنید حالا که آنچه که هست بر وفق مراد تو نیست، از این ناسازگاری محکوم به رنج بردن دائم نیستی. بیا آنچه را میخواهی مطابق بکن با آنچه که هست. اینو بهش میگیم رضا به قضا دادن، یعنی در هنگام تعارض و ناسازگاری مراد من، خواسته من با جهان بیرونی، به جای اینکه تغییری در جهان بیرونی بخوام ایجاد کنم، میام تغییری در جهان درونی ایجاد میکنم و خواسته خودم رو با جهان بیرون مطابقت میدم، نه جهان بیرون رو با خواسته خودم. چرا؟ اینجاست که به آموزه بعدی میرسیم و اون آموزه اینه که در جهان بیرون و در جهان درون، اون که آسان است تغییرش جهان درونه. جهان بیرون تغییرش آسان نیست. برای تغییر جهان بیرون بی نهایت عامل باید دست به دست هم بدن تا یک پدیده در جهان بیرون عوض بشه. از اون بی نهایت پدیده‌ای که باید دست به دست هم بدن که حتی یک پدیده از پدیده های جهان بیرون عوض بشه، از اون بی نهایت عامل فقط یکیش عامل اراده منه، بقیهش تحت سیطره من و در ید قدرت من و در ید اختیار من نیست. بنابراین من جهان بیرون رو نمیتونم دگرگون بکنم. حالا که جهان بیرون رو نمیتونم دگرگون بکنم، رو میارم به دگرگون کردن جهان درون. بنابراین چرا وقتی درون با بیرون ناسازگارن درون رو عوض کنیم؟ چون بیرون رو نمیتوان عوض کرد. وقتی تو میخوای بیرون رو عوض بکنی، مثل بزی میمانی که میخواد با شاخهاش کوهی رو از پیش پای خودش از پیش پاش برداشته نمیشه، اما شاخهایی رو هم که داشته بر اثر کوفتن به صخره‌های سینه کوه از دست خواهد داد. بنابراین برای اینکه رنگت رو در جهان افزون نکنی، بیان جهان درون خودت رو مطابق کن با جهان بیرون. من اصلا در مقام تسلیم یا تصحیح این آرا یا از اون طرف در مقام تخطئه و انکار این آرا نیستم، و دارم گزارش میکنم که این رأی رواقی. از اینجا وقتی که میگفتیم خب پس باید جهان درون رو عوض کنیم، وقت نتیجه میگرفتن که پس اول برو به دنبال اصلاح خودت، اصلاح درون خودت. به جای اینکه بخوای جهان بیرون رو اصلاح کنی، به اصلاح خودت بپرداز. عنایت کنی حالا که جهان بیرون در اختیار تو نیست و به صلاح آوردنش مقدور و میسر نیست، به جهان درون خودت رجوع بکن و این آموزه بعدی است که بپردازم به اصلاح خودم. وقتی میخوام بپردازم به اصلاح خودم، اون وقت اصلاح من از کجا آغاز میشه؟ اون وقت اینجا به آموزه بعدی میرسیم که اصلاح درونت هم به اینه که درونت رو از لحاظ نیت، از لحاظ آهنگ، قصد، انگیزه عوض کنم. هرچه من درونم رو دارای حسن نیت بیشتر بکنم، هرچه قصدهای پاکتری داشته باشم، اصلاح کردم خودم رو. اصلاح درون در واقع یعنی اصلاح نیت خودم. حالا گاهی ما در روانشناسی تفکیک قائل میشیم و البته این تفکیک ظریف هم وجود داره بین نیت، مقصود، مقصد، هدف، آرمان، آرزو، خواسته و انگیزه. ولی حالا فعلا از اون تفاوت‌های جزئی صرف نظر می‌کنیم و میرسیم به این که ما باید درون خودمون رو، یعنی بخش نیت درون خودمون رو، این رو به ثواب بیاریم. هرچه نیت تو پاکتر بشود تو پاکتری و هرچه تو پاکتر باشی زندگی با آرامش بیشتر خواهی داشت که اینو بعداً یک اشاره‌ای بهش خواهم کرد. اینم آموزه در واقع بعدی. در این حال حواس تو به این باشه که اصلاح درون تو به این معنا نیست که میتوانی معصوم بشی، یعنی میتونی بدون خطا زندگی کنی. با اینکه یکی از عمیق‌ترین و عریق‌ترین و ریشه‌دارترین و پابرجاترین خواسته هایی که در درون آدمی هست اینه که چنان زندگی بکنه که کارنامه زندگیش سفید مثل برف باشه،
ولی رواقیون میگفتن بدان که هیچ وقت نمیتونی چنین زندگی بکنی، کارنامه سپید مثل برق وجود نخواهد داشت، هیچ کسی براش مقدر نیست یک چنین کارنامه سپید. نهایت کاری که میتونم بکنم اینه که کارنامه سیاه نداشته باشم، کارنامه بسیار لکه‌دار نداشته باشم، وگرنه عصمت، معصوم بودن از خطا آرزویی است که برآورده نمیشه و وقتی برآورده نمیشه با خود در نزاع میفتی. از اول فتیله توقعت رو از خودت پایین بکش و بدون که میتونی پاکتر از آنچه هستی بشوی، اما نمیتونی پاک مطلق بشی تا به سرخوردگی دچار نشی و با خودت به نزاع نیفتی. هر که توقع بیش از حد واقع از خودش داشته باشه، چون لاجرم اون توقع برآورده نخواهد شد، اون وقت سرخوردگی پیدا میکنه و با نزاع با خودش و سرزنش کردن خودش، نکوهش کردن خودش، ملامتگری خودش لا محاله مواجه میشه. خب بعد از اینکه این حالت پیش اومد، حالا پس نسبت به بیرون چه بکنم؟ این حالت درونم بود. نسبت به بیرون هم دو تا کار. یکی این که به کمترین لذت از جهان بیرون قانع شد. کمترین لذت از جهان بیرون بردن بیشترین لذت از جهان بیرون بردن است. هر که به لذات کم از جهان بیرون قانع نشد و لذات بیشتر خواست، از همون لذات کم هم محروم خواهد شد. بنابراین اول کاری که میکنی اینه که به کمترین لذت قانع بشی. عنایت میکنی فراغتی و کتابی و گوشه چمنی به تعبیر مولانا، به همین چیزهای اندک، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی که این در دیدگاه خیام هم می آمد، اما البته در دیدگاه خیام به صورت سازوارتری می آمد. اینجا هم همین فراغتی رو عرض میکنم که چراغ چمن. این هم آموزه بعدی. آموزه بعدی هم اینه که حالا که به کمترین لذت وابستگی پیدا میکنی، از بقیه لذات هم سعی کن وارستگی تام و تمام پیدا کنی. هرچه وارستگی تو از بقیه لذات، یعنی بیش از اون اندکی که گفتیم، این وارستگی تو بیشتر بشه، آرامش بیشتر خواهی داشت. عنایت میکنید نتیجه این آزمون اینه که لااقل به دو تا از وارستگی های نسبت به عالم بیرون سخت جدیت داشته باش که وارسته باشی. یکی از ثروت و یکی از حیثیت اجتماعی. اگر از ثروت و حیثیت اجتماعی وارسته نشدی، هرگز به آرامش درون نخواهی رسید. این هم آموزه بعدی. آموزه بعدی اینه که وقتی در پی این راه میفتی، خیلی ارزش‌داوری‌های منفی نسبت به تو انجام می‌گیره. باید نسبت به ارزش‌داوری‌های منفی نسبت به دیگران کاملا بی‌اعتنا باشی. هر که به ارزش‌داوری‌های منفی که دیگران نسبت بهش می‌کنن اعتنا ورزی، نمی‌تونه به راه منحصر به فرد خودش برود. اما آموزه بعدی که قرینه آموزه قبلیه اینه که تو هم نسبت به دیگران ارزش داوری مکن. دیگران هم که زندگی‌های دیگری در پیش گرفتن، اونا هم تو نسبت بهشون ارزش داوری منفی نداشته باش. هر کسی باید راه منحصر به خودش رو بده. و آموزه بعدی این که اهل عمل و اهل حال باش. یکی این که اهل عمل باش، یعنی بدان که 200 گفته چون نیم کردار نیست، فقط به عمل کار براید، به سخندانی نیست. فقط و فقط باید عمل کرد. تنها چیزی که تو رو دگرگون میکنه عمل کردن است. نه دانستن صرف تو رو دگرگون میکنه، نه احساسات و عواطف و هیجانات صرف تو رو دگرگون میکنه، نه اراده صرف تو رو دگرگون میکنه. فقط عمل تو رو دگرگون میکنه. خواه عملی باشه درونی و خواه عملی باشه عملی بیرونی. فقط عمل. این یک. بعدم اهل حال باش. عمل گذشته رو رها کن، عمل آینده رو رها کن. عملی که رو در حال حاضر میتونی انجام بدی، دغدغه اون عمل رو داشته باش. و اما آخرین آموزه هم این که رازهای جهان بسیارن و زندگی تو صرف پرداختن به رازهای جهان نکن. اگر سرت رو با رازهای جهان گرم کردی، از آن چیزهایی که میتوانستی بدانی هم
غافل میمونی. به تعبیر دیگری اونقدر چیزهایی هست که هم میتوان دانست و هم باید دانست که دیگه نوبت نمیرسه به چیزهایی که اساساً نمیتوان دانست. و سلام.